تا حالا دقت کردین که مترسک‌ها برای ترسوندن کلاغ‌ها ساخته شدن، ولی بیشتر از کلاغ‌ها آدم‌ها رو میترسونن؟ شاید چون شبیه ما هستن، ولی ما نیستن. سلام، به کانال آخرین نگاه خوش اومدین. امشب به سال 1355 سفر میکنیم، به روستایی دور افتاده در شمال که توی هیچ نقشه‌ای نیست. روستایی که به خاطر برنج مرغوبش معروف نبود، بلکه به خاطر مترسک‌هاش معروف بود. مترسک‌هایی که مردم محلی قسم می‌خوردن شب‌ها جاشون عوض میشه. امشب داستان دکتری رو میشنویم که برای خدمت به اون روستا رفت، اما فهمید بیماری اون مردم با قرص و شربت درمان نمیشه. دکتر پیمان سپاهیدانش بود و تازه به روستای مهکلا اعزام شده بود. اولین چیزی که توجهش رو جلب کرد سکوت عجیب روستا بود. صدای هیچ پرنده‌ای نمی اومد، اما چیزی که عجیب تر بود تعداد مترسک‌ها بود. توی شالیزارها به ازای هر دوتا آدم یه مترسک کاشته بودن. مترسک‌هایی با لباس‌های خیلی تمیز و صورت‌هایی که با گونی دوخته شده بود و لبخندی کج و کوله روشون نقاشی شده بود. کدخدا به پیمان گفت: اینجا کلاغ‌های وحشی داره پسر جان. اگه مترسک نذاریم چشم‌هامون رو در میارن. پیمان قبول کرد، اما شب‌ها وقتی باد می‌وزید صدای قژقژ چوب مترسک‌ها نمیذاش بخوابه. صدا شبیه ناله بود. هفته دوم پیرزنی سراغ دکتر اومد. لرز داشت و هذیان میگفت. پیرزن دست پیمان رو گرفت و با گریه گفت: پسرم رحیم تب کرد. کدخدا گفت میبرمش شهر دکتر، ولی رحیم بر نگشت. فرداش یه مترسک جدید وسط مزرعه سبز شد که کت رحیم تنش بود. پیمان اول فکر کرد پیرزن دیوانه شده، اما روز بعد وقتی داشت از کنار مزرعه رد میشد، چشمش به مترسکی افتاد که یک کت پشمی قهوه‌ای تنش بود. همون کتی که پیرزن توصیف کرده بود. پیمان رفت جلوتر. باد میوزید و آستین‌های خالی مترسک تکون میخورد. اما یه بوی گند از سمت مترسک میومد. بوی کاه نبود، بوی گوشت فاسد بود. پیمان اون شب نتونست طاقت بیاره. چراغ قوه‌اش رو برداشت و یواشکی رفت وسط شالیزار. مه غلیظی همه جا رو گرفته بود. رسید به همون مترسک با کت قهوه‌ای. چاقوی جراحیش رو درآورد و آروم گونی صورت مترسک رو پاره کرد. چیزی که دید باعث شد زانوهاش سست بشه و بیفته توی گلولای. زیر گونی کاه و پوشال نبود. صورت کبود و خشک شده ی رحیم بود. دهنش رو با نخهای زخیم دوخته بودن تا شکل یه لبخند دایمی بشه. بدنش رو با چوب به صلیب کشیده بودن و داخل لباسهاش رو با کاه پر کرده بودن، در حالی که هنوز زنده بوده. این مترسک‌ها ابرهای ایستاده مردم روستا بودن. پیمان شروع کرد به دویدن. میخواست برسه به ماشین جیپش و فرار کنه، اما صدای خشخش ساقه‌های برنج رو از پشت سرش شنید. صدای قدم‌های سنگین، نه صدای پای آدم، صدای چوب. کدخدا و مردهای روستا جلوش رو گرفتن. کدخدا لبخند میزد. دقیقاً همون لبخندی که روی مترسک‌ها بود. کدخدا گفت: کلاغ‌ها فقط از مرده ها نمیترسن دکتر. اونا از کسایی میترسن که نه زندن نه مرده. ما برای حفاظت از خاکمون قربانی لازم داریم. سال بعد بازرس آموزش و پرورش که برای پیدا کردن دکتر پیمان به اون روستا رفته بود، توی گزارشش نوشت: دکتر پیمان روستا رو ترک کرده، اما مردم خیلی به یادش هستن. حتی یه مترسک خیلی شیک با روپوش سفید و عینک وسط میدون اصلی شالیزار گذاشتن که همیشه به جاده لبخند میزنه. به نظرتون افسانه ها واقعیت دارن یا واقعیت ها ترسناکتر از افسانه ها؟ سابسکرایب یادتون نره. شب خوش.